اکنون محترم اهل جماعت، عجیب آن است که مسلمانان در قرن‌های هشتم، نهم، یعنی تجسمگری خلق و آداب دانش تفکر عالی انسانی بودند. خب تعصب دینی یعنی نفرت همین سکسکی سالهای آخر مابین مسلمان ها بسیار شد. ببینید زمان حضرت رودکی میگن که چون تیغ به دست آری مردم نتوان کشت، نزدیک خداوند و دین نیست فراموش. این تیغ نه از بهر ستمکاران کردن، انگور نه از بهر نویز است به سرخوش. عیسی برای دیده که کشته فتاده، یعنی این تیغ برای کشتن یک کس ساخته نشده است، برای محافظت خودتان. انگشت مکن رنج به در کوفتن کس، تا کس نکند رنج به در کوفتن از موش. حضرت رودکی میگن که تو یک کس انگشت کتی درش نکو، اگر تو انگشت کتی که باید موشتش کتی میکوبد. از برای همین ما یک کس به زیان نرسانیم، یعنی که هیچگاه مردم تاجیکستان زیان رسان نبودند. یعنی حضرت شیخ سعدی درباره فردوسی همچنان میگن که همون دو مصره بیت میبیارن که میازار موری که دانکش است، که جان دارد و جان شیرین کش است. چه خوشگفت فردوسی پاکزاد، چه خوشگفت فردوسی پاکزاد، که رحمت بدان تربت پاک باد. میازار موری که دانکش است، که جان دارد و جان شیرین کش است. همند جانش است. یعنی خلق تاجیک، مردم تاجیکستان، فرزندای تاجیکستان هیچگاه یعنی تروریست نبودند، یعنی که تروریست شده هم نمیتوانند اگر به شرطی که مفکورشون ویران کرده، مغزشویی کرده، یعنی که همون تروریستی به نبرند. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. دعا کنیم که خداوند مهربان همه ما راه راست به هدایت کنه، هیچ یک از ما خدا گمراه نسازد. الله اکبر.